میخوام یه آرایش شبا بهتون یاد بدم فوق‌العاده ساده که خودتون هم بتونید توی خونه انجامش بدین. کرم پودر رو به تمام صورت پخش میکنیم، حتی پشت پلک‌ها، تا ماندگاری سایه‌تون بیشتر بشه. از 2 رنگ تیره و روشن برای پشت پلک استفاده میکنیم. بهتره که رنگ‌ها با هم همخوانی داشته باشن. من از رنگ‌های گرم استفاده کردم. بعد از اینکه 2 تا رنگ رو خوب با هم فیدش کردیم، حالا با یک سایه صدفی استخوان پشت پلک رو برجسته تر میکنیم و از همون سایه صدفی برای گوشهای داخلی چشم هم میتوانیم استفاده کنیم. نوبت به ریمل ابرو میرسه. با رنگ قهوه‌ای موهای ابرو رو به خواب ابرو شانه میکنیم. طریقه درست ریمل زدن: با نوک فرچه مواد رو به نوک مژه ها زده و آن را به تمام مژه پخش میکنیم. طریقه چسباندن مژه: لبه داخلی مژه را چسب زده و به آرامی به روی مژه میخوابانیم. اگر مژه برای چشم مشتری بزرگ باشد، میتوانیم قسمتی از آن را قیچی کنیم. طریقه درست خط چشم کشیدن: از وسط گودی چشم به سمت بالا به صورت 1/8 خط چشم میکشیم و خط داخلی چشم را خیلی باریک روی لبه مژه ها میکشیم. مشتری چشمایش را باز کرده و قسمت داخلی چشم را کامل میکنیم. من با یک سایه شایندار گوشهای داخلی چشم را کمی برافتر کردم. برای خط زیر چشم یک خط باریک کشیده و با قلم سرکش اونو محوش میکنم. و با یک رنگ قهوه‌ای خامی رنگ تیره رو میگیرم. با یک قلم کانسیلر به زیر چشم زده مقداری پخش میکنم و با یک پر چربی اضافه رو میگیرم. برای انداختن خط گونه از وسط گوش تا لبه دهان خطی باریک کشیده و آن را به سمت بالا محو می‌کنیم. برای قلمی کردن بینی 2 طرف بینی تیره و وسط بینی روشن می شود. با یک رنگ بیس رنگ رژ لب رو ساخته و با رژ لب هایی که ماندگاری طولانی تری دارن آن را فیکس می کنم. رژ گونه روی خط گریم زده و به صورت دایره‌وار به سمت بالا محو می‌کنیم. از یک هایلایتر به رنگ دلخواه برای برجسته تر شدن گونه می‌توانیم استفاده کنیم. و از یک هایلایتر صدفی برای خط وسط بینی برای قلمی تر شدن بینی می توانیم استفاده کنیم. از یک خط لب برای برجسته شدن لب می توانیم استفاده کنیم. و در آخر از اسپری فیکس یا پودر فیکس می توانیم برای فیکس شدن آرایش خود استفاده کنیم. منتظر آموزش‌های بعدی من باشید. با سپاس از حمایت‌های شما دوستان عزیزم.